قبلا من در همین فکر هم بودم و چون فکرهای هموطنا را زیادتر میگرفتم در امنیت، در کمیته، در وزارت، در پارلمان کشور خوب نفرایی هستند که بسیار با علم و با فرهنگن که راهی ندارن. چه خیل راه ندارن مردم، چه خیل راه ندارن. آیا تا امروز یک نفر را پیدا کردن که با طور رسمی عریضه‌اش نوشته باشه از کار رفته باشه؟ همین چیزا در رسانه ها دیدین؟ من چیزی که در رسانه ها رب دارم میگم. او کسی که خب احتمال بود، بله شاید کسایی که خب ظلم دیدن، شکنجه در غیر رسمی برآمد و فرار کردن رفتن، من واش کو احسن میگم، دستتون در نکنه. لیکن کسانی که امروز مردم میبینشونا رتبه دارن، در پارلمان هستن، در یک شهر هستن، در یک وزارت هستن، همین کار کردن. برای چی ما خودمون فریب میگیم او دلشون میسته؟ حتی سوال است، بعضی جوانو میگن حتی در امنیت بچه‌ای هستن که در اتاقشون جای نماز دارن، نماز میخورن، قرآن میخونن. آخه مگر در قرآن آیا همین گپ آمده است که تو برا نماز بخون، کتاب بخون، خدا را پرستش بکن، برای یک دست ظالم بگی خطیش بگرد؟ او را تعریف همین چیز آمده است؟ یکم کدام دین شما میگین برای مردم؟ و دینی که محمدی داره این چیز نیست اصلا. در همه جا او دین، در همه جا پیشوای او دین در مقابل ناعدالتی، در مقابل بدبختی، در مقابل ظلم، در مقابل ستم قیام کرده است، مبارزه برده است. هیچگاه شریک نشده است با ظالم در یگام جا. این چی معنی داره که خب هستن و فلان و در کابینتشون این و آن و اون، نه که بسیار کمک میکنن، بسیار بچه‌های ماشاءالله بهترینن، نه که میرن در امنیت کار میکنن. امنیت گیجا از امنیت کشور. آیا کشور را دفاع کردن؟ وزارت داخلی آیا مشکلات داخلی وطن حل کردن؟ قشون‌های سرحدی آیا سرحد دفاع کردن؟ وزارت دفاع آیا از مردم دفاع کرد؟ سود آیا عدالت پیاده کرد؟ گمرک آیا واقعا بود؟ تماجنی، کروپسیا واقعا، یا کسایی که رتبه گرفتن واقعا به خاطر ملت رتبه گرفتن؟ کدام یک همین ساختار برای ما بگین که در خدمت مردمن؟ کدامش؟ در خراسان مردم صدا بلند کرد، رفتن یک گروهش محکم کردن، زندان کردن، بینام نشان کردین. آیا کمیته امنیت، دادگاه عالی، وزارت داخلی، وظیفه پروکراتور گنرالی کارش همین بود؟ در ونج یک نفر برآمد تحقیر در مقابل تمام جوانای ونجی کرد، در برابرش در تمام مسلمانان تاجیکستان کرد. لیکن فقط مردم ونج یک مدت برآمدن گپ زدن، قضیهشون نامعلوم است. نواری که در سامانه اخبار کام بود از اون منطقه برآمد التماس نوار را بگیرین. بحث سری چی است؟ خب وزارت داخل شد، کمیته داخل شد، سود داخل شد، پروکرور داخل شد که ای مردم شما حق دفاع کردن از دین و سرزمین و ستر و ریش و حجابتان ندارین. شما این حق ندارین. مردم هم میشکنن، میپرتین. این وزارت ما بچکای ماشاءالله داریم. دروغ است. یگام چی نیستن، همش دشمن و ظالمینن در حق این ملت تجاوز و خیانت کردگن. این از پیغام من.